چندشترین مردایین که قهر میکنن. یعنی تو از ترس یه لحظه نمیتونی باهاش قهر کنی، لوس کنی خودتو، اون زودتر قهر میکنه. تو رو چی آخه مرد؟ میدونی 30 سالیان قبل مردا میرفتن شکار؟ اینقدر باید قدرت و استحکام داشته باشی که زنت قهر میکنی بری نازش رو بکشی، نه تو بیشتر قهر بکنی. بعد تو قهر میکنی. آقا اینا قهر میکنن، محل سگ بهشون ندی، اصلا محل ندین، بذارین قهرشون تموم بشه. اینا قهرشون تموم، یه عقده‌ای هستن که قهرشون که تموم نشه دوبارشون آشتی کنی، معذرت خواهی هم بکنی، باز 2 دقیقه بعد به خاطر یه چیزی که قهر میکنه. ولش کن اینا رو، شما رو درد نگیره. عزیزای دلم، یادتون نره که یه مرد نباید قهر بکنه، یه مرد نباید خودشو لوس بکنه، یه مرد نباید نازنازی باشه، باید مراقب رفتارش باشه. مرد واقعی یعنی یه اسپانسر قوی، یه حمایتگر قوی، یه تکیهگاه قوی. و اون مرد قراره پدر بشه. مردی که میخواد پدر بشه به هیچ عنوان نباید قهر کنه و لوس بشه.